عجیب‌ترین پرونده جنایی کل ایران. جنایتی که سمیه و شاهرخ رقم زدن تا مدت‌ها سر تیتر اخبار حوادث بود. شاید اسمشون به گوشتون خورده باشه. سمیه و شاهرخ دو نوجوان عاشق پیشه بودن که قصد ازدواج داشتن، اما خانواده‌هاشون به دلیل سن کمشون با ازدواجشون مخالفت میکنن. جنایت سمیه و شاهرخ یا همان جنایت معروف خیابان گاندی سال 75 رخ داد، ولی هنوز در ذهن‌ها مونده. داستان از اونجا شروع میشه که سمیه و شاهرخ در پارک ملت تهران همدیگر رو ملاقات میکنن و به گفته خودشون مجنون همدیگه میشن. پس از اون قرار دوستی با همدیگه قرار میذارن و هر روز همو میبینن و حتی گاهن به طور مخفیانه به خونه های همدیگه هم میرفتن. هر دوتاشون در اون زمان به افراد مرفه به شمار میرفتن. پدر شاهرخ مهندس برق بود که در اداره برق تهران کار میکرد و پدر سمیه کارخانه مواد شیمیایی داشت. هر دوتاشون تو خونه های ویلایی بالای شهر تهران زندگی میکردن و پس از گذشت فقط 2 ماه دوستی با همدیگه قرار ازدواج میذارن. خانواده شاهرخ با پافشاری های پسرشون بالاخره با ازدواج موافقت میکنن، ولی خانواده سمیه بدون توجه به پافشاری های دخترشون مخالفت میکنن. سمیه که میبینه نمیتونه به عشقش برسه و ازدواج کنه و تصمیم میگیره از تهران فرار کنه. این تصمیم عملی میشه، هر دوتاشون به اصفهان فرار میکنن، ولی پس از مدتی با اصرار و التماس خانواده هاشون باز به تهران برمیگردن. اینجاست که جرقه‌ای در ذهن سمیه میخوره. میخواد خانواده‌شو از سر راهش برداره. راههای مختلفی رو امتحان میکنه، مثل وقتی که خانواده خوابن شیر گاز رو باز بذاره یا ریختن مرگ موش در غذای خانواده، ولی تمام این توطئه‌ها با هوشیار بودن مادر خانواده به سرانجام ختم نشد. مادر خانواده با اینکه میدونست دخترش مشکل روحی روانی داره، بازم سعی نکرد حتی اونو پیش یک روانشناس ببره و این بی‌توجهی‌های پدر و مادر سمیه نسبت به دخترشون باعث یک جنایت عجیب شد. شاهرخ بعد از دستگیری و کل قضیه اینطوری داستان رو روایت کرد: پس از اینکه مادر سمیه به بیرون از خانه رفت، سمیه من رو به خونه‌شون دعوت کرد تا اینکه یه فکر درست حسابی بکنه. میدونستیم که پدر خانواده دیر به خونه میاد و محمد رضا پسر کوچیک خانواده مشغول بازی بود و سپیده مشغول درس خوندن. سپیده رو به طبقه بالای خونه فراخوندیم، با اون شوخی کردیم، بازی کردیم. تو از پشت سر سپیده دستمو حلقه کردم دور گردنش. اون فکر میکرد هنوز داریم با شوخی میکنیم و میخندیم، ولی پس از مدتی دست و پا زدن التماس میکرد که گردن اونو رها کنم. در این لحظه سمیه خیلی خوشحال و خندان بود و قهقهه میزد. آمپول هوا رو به او تزریق کرد و به خاطر آمپول هوا سپیده بیحال روی زمین افتاد. من و سمیه پیکر بیجان سپیده رو به حمام بردیم. سمیه گردن اونو داخل وان پر از آب کرد و پس از مدتی مطمئن شدیم اون کاملا مرده، سرش رو محکم کف زمین حمام کوبیدیم. محمد رضا رو صدا زدیم. خوشحال و خندان اومد که با همدیگه بازی کنیم. من محمد رضا رو بغل کردم و گردن اونو فشار دادم. محمد رضا در این حین به سمیه نگاه می‌کرد و گفت ولم کنی، پدرتون رو در میارم. سمیه هم شروع کرد به خندیدن و قهقه زدن و بعدش آمپول روشو به برادر 5 سالش تزریق کرد. اونم مثل سپیده بیحال افتاد روی زمین و ما جنازه بردیم داخل حمام و سرشو کردیم داخل وان و بعدش محکم کوبیدیمش کف حمام که دیگه مطمئن بشیم مرده. پس از مدتی مادر سمیه وارد خونه شد. ما همه لامپای خونه رو قبلش خاموش کرده بودیم و پشت ستون قایم شده بودم. او وقتی اومد طبقه بالا از پشت ستون بهش حمله کردم و قصد کشتن داشتیم. چند ضربه چاقو بهش زدم ولی اون فرار کرد. به داخل خیابان گاندی رفت و همه همسایه‌ها از قضیه با خبر شدن و به پلیس زنگ زدن. سمیه از این قضیه خیلی خوشحال بود که ما داریم خانواده‌شو از بین میبریم تا بتونیم با همدیگه ازدواج کنیم، ولی خب آخر داستان ما خوب نشد. مرکز آموزش و پژوهش دلایل رو مواردی مثل افسردگی سمیه، بی‌توجهی‌های پدر و مادر به او و فقر اخلاقی و مخالفت خانواده با ازدواج او و شاهرخ عنوان کرد. این مرکز گفت وقتی ما داخل اتاق سمیه شدیم جا خوردیم، تمام اتاق کاغذ دیواری‌های سیاه رنگ بود. بنابر یک سری از گفته‌ها سمیه و شاهرخ اعتراف کردند که تحت تاثیر یک فیلم خارجی، فیلم
بالفطره و همچنین تحت تاثیر موسیقی های رپگونه تن به چنین آشوبی دادن. ولی پس از مدتی این موضوع در مسابقه کارشناسان مرکز آموزش و پژوهش و زندانها با سمیه و شاهرخ توسط اونها تکذیب شد و گفتن سمیه و شاهرخ هر دو سالم هستن و اختلال روانی ندارن. مدتی بعد پرونده تشکیل شد. دادگاه هر دو آنها را به قصاص محکوم کرد، ولی این دو حتی در دادگاه هم ناراحت نبودن، از عشق خودشون پاپس نکشیدن. شاهرخ در دادگاه اعتراف کرد که هر بار موفق نمی‌شده سمیه رو ببینه، سرش رو محکم به دیوار می‌کوبیده. سمیه هم برای اثبات عشق خودش نسبت به شاهرخ با حلقه‌ای که شاهرخ به او هدیه داده بود در دادگاه حاضر شد. شاهرخ گفت اگه میخواین ما رو قصاص کنین مشکلی نداره، ما ناراحت نیستیم، فقط بذارید یک روز قبل از اینکه قصاص بشیم و اعدام بشیم یک روز من شوهر سمیه باشم. سمیه هم با اون چهره پریشان و مضطرب گفت نیازی به قصاص نیست، اگه پدر من رضایت بده و بگذاره که من و شاهرخ تا ابد با یکدیگه باشیم ما هرگز این کارا رو تکرار نخواهیم کرد. یعنی حتی قصد داشته پدر مادرش هم بکشه. با همان چهره مضطرب به پدرش گفت رضایت میدی من و شاهرخ آزاد بشیم و با هم دیگه ازدواج کنیم؟ پدر که پررویی و حقارت دخترش رو دید و با تأسف سرش رو پایین انداخت، حرفی نداشت بزنه. سمیه و شاهرخ حتی برای یک روز هم نتونستن مال هم دیگه باشن. پس از مدتی پدر سمیه گذشت کرد و شاهرخ به 10 سال زندان و سمیه به 12 سال زندان محکوم شد. پدر سمیه طاقت نیاورد اون خونه رو فروخت، خونه‌ای که هر دو جگرگوشش در اون به قتل رسیده بودن، خونه‌ای که معروف به خانه نفرین شده و هر روز تعداد زیادی از دانش آموزا و دانشجویان دور اون جمع می‌شدن، یواشکی از اون عکس می‌انداختن و اون خونه رو خوفناک و نفرین شده توصیف می‌کردن. میگفتن این خونه بوی خون میده. پدر خانواده اون خونه رو فروخت و از اونجا برای همیشه رفت. شاهرخ بلافاصله بعد از 10 سال که از زندان آزاد شد به خارج سفر کرد و سمیه هم وقتی که از زندان آزاد شد با کس دیگه ای ازدواج کرد که پیش خانواده خودش نباشه. ازدواج کرد ولی خب شوهر دومی هم نتونست با اون زندگی بکنه و الان از هیچ کدومشون هیچ خبری نیست.